سرخط مهمترین خبرها: با جوابداری کشیدن شهروندانی که نه تنها با این قضیه رابطه داشتند، حادثه های قزاقستان را به نزاعهای خاروق مانند کردند. محمد باقرов گفت جنایتکار نیستیم. نظامیان تاجیک قزاقستان را ترک میکنند. و در روسیه بار اول به یک زاده تاجیکستان شناسنامه به شهروند دادند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 13 ینور است. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان چند از رهبران به اصطلاح غیر رسمی منطقه از جمله محمد باقرov را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامیده است که به گفته او مانع کار درست مقامات می شوند. محمد باقرov ادعای علیشیر میرزاناباد را رد کرد و گفت او و همراهانش عنصرهای جنایی نیستند. این رد و بدل بعد از یکونی ماه اعتراضها در خاروق صورت می‌گیرد. جلسه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 10 ینور امسال در خاروق برگزار شده است. نوار سخنرانی او را 12 ینور در یوتیوب گذاشتند. بنا به آن علیشیر میرزاناباد گفته است محمد باقرov در ماه نوامبر امسال 2 دفعه مانع ملاقات رئیس تازه تعیین خاروق با ساکنان شد و دعوت مقامات را برای پرسش نادیده گرفت. محمد باقرov روز 12 ینور در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت از حرفهای منصبداران درک دارد، اما این همه را در حق خود تهمت شمارید. او گفت نه از طرف دعوت شدم و نه کسی مرا فشار داده است. در جلسه 10 ینور در خاروق دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و وزیر انرژی دلیر جمعه نیز اشتراک کردند. دلیر جمعه در سخنرانی خود طالب ایامبکov، منور شنبیف و خورسند مزارov را که قبلا همچون رهبران غیر رسمی نامبر می شدند برای خلل رساندن به کار مقامات گناهکار کرده است. نظری طالب ایامبکov و همراهانش به این اتهام دسترس نیست. ایامبکov تا این دم به زنگ‌های ما پاسخ نداد، ولی آنچه مایه نگرانی جامعه شهروندی بدخشان شده است مانند کردن حادثه‌های آخر قزاقستان با نزاع‌های پیشینه در خاروق بوده است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان بی‌نظمی‌ها را در قزاقستان به حادثه‌های سال‌های 2012، 2014، 2018 و ماه نوامبر 2021 در بدخشان شباهت داد. نمایندگان کمیسیون 44 سازمان عبارت از اعضای جامعه شهروندی بدخشان گفتند سخنرانی‌های منصبداران را بررسی کرده تصمیم گرفتن در نامه به پرزیدنت تاجیکستان و مسئولان سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی واقعیت را درباره بدخشان بگویند. روند خروج نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی از قزاقستان امروز آغاز می شود. نیروهای سازمان از جمله نظامیان تاجیک در پی اعتراضهای گسترده اول ماه ینور با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. مسئولان سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی گفتند وظیفه این نیروها حفظ انشاءات‌های استراتژیکی بوده، اما نگرانی‌های وجود داشت که نیروهای سازمان در سرکوب اعتراضها شرکت می‌کنند. 2 روز پیش قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان گفت از روز 13 ینور خروج مرحله‌ای نیروهای واحدی پیمان آغاز می‌یابد. به گفته توقیف روند اخراج نیروها نه کمتر از 10 روز را در بر می‌گیرد. ماموران مؤسسه‌های امدادی میگویند در شهر جنگ زده ایدلیب در سوریه که در دست آشوبگران ضد حکومتی است هر ماه از 2 تا 4 کودک را والدانشان رها می‌کنند. به گفته آنها قشاقی و ناامیدی پدر و مادران را مجبور می‌کند کودکانشان را با امید زندگی بهتر به افراد بیگانه بدهند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا را کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. نور 9 ماهه است ولی به گفته طبیبان کودکی 3 ماهه را می‌ماند. در اینجا در ایدلیب و نارسید به دنیا آمده است. نور را مادرش در تولدخانه رها کرده است و او را به خانه کودکان آوردند. یتیم خانه‌ای که در زمانهای آرام جامعه به آن احتیاج ندارد. ماموران امدادی او را به یک جفت بی فرزند عمر سلیم و سلوه سعید به فرزندخوانی دادند. ما میخواستیم بچه دار شویم. فقط یک فرزند میخواستم. همین هم شد. من به او مهر و محبت دادم. این یک معجزه از خداوند بود. در این خانه کودکان مقامات میگویند که هر ماه در ایدلیب از 2 تا 4 کودکی رها شده را پیدا میکنند.
در ولایت دورافتاده سوریه که آشوبگران در دست دارند و هنوز هم با حکومت مرکزی می جنگند. در حقیقت تعداد کودکان بی پرستار در مقایسه با 5 سال گذشته زیادتر شده است. در چند سال گذشته به این یتیمخانه بیشتر از 200 کودک را آوردند و سپس به فرزندخوانی یا به خویشاوندانشان دادند. پرستاران میگویند فقر و جنگ و عقیده قدیمی جامعه درباره کودکان از مادر بینیکا سببی در شفاخانه، مسجد و یا حتی کوچه ماندن و رفتن طفلان نوزاد است. والدان نوین نور هیچ راه قانونی برای ثبت نام فرزندخوانشان ندارند، چون در بسیاری از کشورهای عربی فرزندخوانی قابل قبول نیست و اگر اجازه هم دهند سندهای حکومت آشوبگران ادلیب را کسی اعتراف نمی کند. مأموران امدادی میگویند خانه کودکان پناهگاه موقتی است، نه خانه دائمی. ما آنها را موقتا نگاه و بین میکنیم. ما وضع کودکان را میآموزیم و موافق به حالت آنها یا به عائله های سرفرزند و یا به فرزندخوانی میدهیم. بیشتر از 2 میلیون نفر در ادلیب بیجا و بیخانه شدند و اکثریت در اردوگاه‌های نیمه ویرانه بی خوراک و داروی کافی زندگی میکنند. تنها در روزهای اول امسال در ضربه‌های هوایی 2 کودک کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، جنگ تقریباً 11 ساله را در سوریه جنگ بر ضد کودکان نامیده است. در روسیه بار اول حجت تصدیق کننده موقت شخصیت شناسنامه به شهروندی داده شد. در این باره رسانه‌ها با تکیه به ایوا میرکچ و عضو کمیسیون ناظرات جمعیتی مسکو خبر دادند صاحب چنین شناسنامه یعقوب جان حکیم جانوی 53 ساله شده است که 2 سال در مرکز مهاجرت سخر و نگهداری میشد. به دلیل نداشتن شهروندی نمیتوانستند او را به کشور اخراج کنند. حکیم جانوف گفت وی در دوشنبه تولد شد. والدانش هنگام 5 ساله بودن وی به استرخان روسیه کوچ بستند. یعقوب جان حکیم جانوف در سن خورده زندانی و زندگیش به این منوال سپری شده است. زمانی که او را بار آخر بازداشت کردند پلیس نتوانست شخصیت او را معین کند زیرا وی شهروندی هیچ کشوری را نداشت. نمایندگان شرکت آیرس مسئول نگهبان و جمع‌آوری پل در راه دوشنبه چناق میگویند در پی باریدن برف حرکت ماشین‌های بارکچ را در این مسیر منع کردند. این شرکت صبح 13 ینور در خبرنامه گفت بارش برف در مسیر راه دوشنبه چناق شدت گرفته است. فعلا معلوم نیست که کی برای عبور ماشین‌های بارکش از راه اجازه می‌دهند. نقلیات‌های سبک‌رو امکان عبور از راه را دارند. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر که پایتخت را به شمال کشور پیوست می‌کند. هفته گذشته در پی ترمفرایی قریب 1 روز بسته بود. قطع حرکت در این راه از هر دو طرف صدها نفر را سرسان کرد. راه دوشنبه چناق از سال 2009 در اختیار فیلیال شرکت آفشوری آیرس یا اینوویتد رواد سولوشنز است. این شرکت در راه 6 پلازای تالگی یا مرکزهای پرداخت پول نصب کرده از صاحبان ماشین‌های سبک‌رو و بارکشان حق خدمت می‌گیرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 ینور را فرا می گیرد. مقامات روسیه ماه ینور سال 2020 گفتند در زندان‌های این کشور بیش از 6800 شهروند تاجیکستان هستند که اکثرشان برای نقض مقررات مهاجرت پشت پنجره انداخته شدند. شهروندان تاجیکستان که در مجموع با هدف دریافت رزق و روزی به شهرها و منطقه‌های روسیه سفر می‌کنند، گاهی برای جنایتکاری بازداشت می‌شوند. 15-20 سال پیش شهروندان تاجیکستان در عموم با اتهام قاچاق مواد مخدر متهم می‌شدند. یک سیاره خرد در نظام آفتابی را انجمن ستاره شناسانی جهان به نام استرونومی تاج گلچهره قاهره گذاشته است و این 8مین جرم آسمانی است که نام دانشمند از تاجیکستان را میگیرد. این معلومات ینور سال 2015 به تاجیکستان رسما اعلان شد. سیاره که سال 2001 در رصدخانه لاول امریکا کشف شده است به زمین خیلی نزدیک بوده. دیامتر یا قطرش 10 کیلومتر است. گلچهره قاهره گفت تصمیم بیان سطحی بلندی علم نجوم شناسی در تاجیکستان است.
13 январи соли 2020 академияи синамои амрико филми аниматсионии сохта як зодаи тоҷикистонро ба ҳайси номзад ба ҷоизаи мӯътабари оскар сабт кард. Дарья Кашеева кӯдакиашро дар Душанбе гузаронида баъдан ба Русия кӯчид ва дар ҷумҳурии Чех ҳунари мултфилмсозиро сайқал дод. Филми духтари ӯ ки ба аҳамияти меҳру муҳаббати оилавӣ таъкид мекунад, исми Кашееваро ба ҳайси филмсози боистеъдоди ҷаҳонӣ муаррифӣ кард. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامان امروز هم کمی بلند شده، ارزش دلار به تغییر مانده است. بیننده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. برنامه بعدی ما ساعت 14 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.